نه داداش، از کجا بدونن؟ آخه کی میخواد بفهمه؟ بعدش هم برق همه رفته، به کار منم اومده. چیزی که مهمه اینه ولی بر همه رفته. خب دیگه من رفتم، شبتون بکن. خدا همه این رفته سر توه. چه رفتی داره آخه؟ مگه من داری برم؟ مگه من میشم. احساساتو دید نباش. توی شرکت هم با کسی رابطه برقرار نکن. ولی برای خودت همه چی نرماله. هر کاری بخوای میکنی. با چاله خانم اگه خواستی رابطه برقرار میکنی، هر جا خواستی میری، هر کاری خواستی میکنی. فهمیدم، واقعا داری حسادت تمام میکنی. حسادتتو نمیکنم. گفتم که حسودیتو نمیکنم. بعدش هم چی فرضم کردی؟ چرا باید حسودی کسی رو بکنم که عاشقش نبودم؟ درسته. شرمنده، یه لحظه یادم رفت چطور آدم هستی. من چطور آدمیم ها؟ اصراتوی خودخواه بیرحمی که به یه مریض تو بسترم آرزوی سلامتی نمی کنی. تو فقط آدمو اذیت کن، آرامششو سلب کن، حرکات عجیب غریب انجام بده، ذهن آدم رو آشفته، خوشی مردم رو ازشون بگیر. همه اینا برای تو یه بازیه، مگه نه؟ ما هم اسباب بازیاتی. ولی آفرین، موفق شدی. شبمون رو خراب کردی. الان میتونی بری خوشحال باشی. اوزان بهتره من دیگه برم خونمون، خیلی دیره. البته ممنونم. خیلی ممنون اوزان، امشب خیلی بهم خوش گذشت. خانوادت هم مثل خود دوست داشتنیه. خواهش میکنم. من ممنونم که اومدی. چالا لطفا مادرم رو ببخش باشی. مامانم هر دختر خوشگلی رو که ببینه به چشم عروس میبیندش. برای همین فکر میکنه که ممکنه من و تو فقط تو اجتماعی باشی. یعنی ممکنه بهت گیر داده باشه یا تحت فشار قرار گرفته باشی. من بازم ازت معذرت میخوام. نه، تحت فشارم نذاشت، بهم گیرم نداده، اشکال نداره. باشه، خوبه. فیلم مدل ما اذیتم کرد. آی خیالم راحت شد برگشتی به اصالتت. میدونستی این کارت آبچی توی قانون کلا برداری محسوب میشه. بیا بگیرم. آها برقا هم اومد. وای چقدر دلم براتون تنگ شده. خورمتون من بزنم بودینم رو دستم کنم. خدا بدونه اینا لخ داره اینجا. وای خوبیه. خیلی احساس تنهایی میکردم. مامان تو اگه میخواستی میتونستی یه مادر معقول باشی، چرا ما رو اذیت میکنی آخه؟ چند از پیش منظورته؟ نگو تو به خدا کنم سر رفت. کلن خانمانه بود، یه وجود یخزده که از نعمتهای دنیایی به دور بود. نذاری پسرم رو با این دختره چه زید کنی به هم برسونم، اون موقع میشم زمرد. بین خودمون بمونم، این دختر خیلی خوشگله، خوبه ماشاءالله. نه بابا، خاله تو دیگه این کارا نکن. بهتر نبود قبلش نظر داداشو میپرسیدین. به نظرم داداشم اون دختر رو فقط به چشم دوستی میبینه. دخترم داداشت همه دخترها رو به چشم دوستی میبینه. خب خوشگل‌ترین دختر دنیا هم بذاری کنارش به چشم دوستی میبینتش دیگه. تنها این دختر نچسب دوست نداشتنی رو به چشم دوستی ندید. بله کار دل دیگه.
دل منو بیخیال، من گزینه خاصم رو پیدا کردم. من بانوی نمونم رو پیدا کردم. قد و بالا، اندامش، چشماش، نگو سبز، نه آبی اقیانوسی. میخوام ماهیچه بخرم. باید گوشت بخوریم یه خورده تقویت کم بشه. بخره زیاد نباشه آبجی. برو بیرون. داداش مغازه که بازه، میخوام گوشت گلونی بخرم. میخوام ماهیچه بخرم. بابا باز کن دیگه، باز کن. چه خبرته؟ خب چاله خانم تعریف کن ببینم، تونستی تو قلب مادر شوهر آینده جا باز کنی؟ تو قلب اون که جا باز کردم، ولی این موضوع اصل اوزانه که انگار یکم دشواره. دیروز که بهت زنگ زدم صدات مثل تازه عروسا بود. راستی خیلی خوش گذشت، خوب بود، همه چی عالی بود، عالی بود. حتی اوزان من تو خونم رسون. اوزان همیشگیه دیگه، میدونی که. ولی بازم کار خودشو کرد دیگه. چرا؟ بهم گفت منو به چشم دوستی میبینه و گذاشت و رفت. از اسرا که نگو، تقدیر من و تو یکی. تو هر فرصت تا به رو نگره که دوستیم بی خیال نمیشه. حالا چی کار میخوایی بکنی؟ پا غیر امکان نداره، تو همین کارو نکن. اگه بذاری من خودم 2 دقیقه موضوع تو اوزان رو حل میکنم. باور نه کن. چنار، من نمیخوام با اوزان صحبت کنی، اصلا بهم قول بده. باشه چون که اوزان میشناسم دیگه. اوزان همچین آدمی بیشتر بهش گیر بدی بیشتر ازم دور میشه. ضمن باید با اوزان وقت بگذرونم دیگه، تنها باشم. ببینم داری درباره چی